بسم الله الرحمن الرحیم. باب الصلاة اذا قدم من سفر. باب در بیان نماز وقتی که انسان از سفر میاد. انسان وقتی که از سفر به خانه میرسه اونجا نماز خواندن در سنت نبی علیه السلام هست. اگر انسان میخوانه بدعت نیست بلکه کار ثواب است، کار خوبی است و از نبی علیه السلام ثبوت داره. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. کعب بن مالک رضی الله عنه میگه که نبی علیه السلام وقتی که از سفر میامد شروع از مسجد میکرد، اونجا نماز میخوان. خب حدیث را که باز به سند میاره امام بخاری میفرماید حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار يرحمك الله عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. خب در اینجا جابر بن عبدالله رضی الله عنه میفرماید که نزد نبی علیه السلام آمدم در حالی که در مسجد بود. خب امی یک راوی که مسعر است میگه که گمان میکنه که این جمله هم بود که ضحان در وقت چاشت آمدیم. خب در دیگه الفاظ هست که وقت چاشت بوده. فقال نبی علیه السلام فرمود صلی رکعتین، 2 رکعت نماز بخوان. چون در مسجد بود ما که آمدیم گفت 2 رکعت نماز بخوان. خب این با مسجد که انسان داخل میشه 2 رکعت نماز خواندن هم است و بازو از چیز است، از جای دور هم آمد به این منطقه به مسجد نبی علیه السلام. خب این خود تا اینجا محل شاید بود که انسان از سفر بیاد نماز میخونه در جای خاصتا به منطقه خود که میرسه. باز جابر از ما میفرماید که و کان لی علیه دین، و من بالای نبی علیه السلام قرض داشتم. فقضانی او قرض مرا ادا کرد و زادنی اضافه هم داد. این قصه را باز در بخاری چند جای به تفصیل میاره که یعنی در یکی از سفرهای غزوات جابر از ما میگه که ما شطور داشتم و شطور ما خیلی تنبلی میکرد. باز نبی علیه السلام گفت که شطور شما نمیره. گفتم نه. باز یک چوب به دست می گفت چوب بدید کمی که زد شطور ای تو تیز شد. باز بریم گفت که نمیفروشی؟ گفتم میفروشم. گفت خب تو به قیمت بلندم از ما خرید. گفت اگر بنیس ما میگفت ما میدادیم، ما از شطور خوش نبودم ولی نبی علیه السلام گفت شطور از ما خرید. باز گفتم که شرط این است که ما باید تا مدینه مبار خود بالایش ببریم. گفت خوب است. خب چیز باز که آمدیم قیمت شطور خواستم و اضافه هم داد. باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. باب در بیان این که وقتی که داخل شود یکی از شما به مسجد 2 رکعت نماز بخونه پیش از اینکه بشینه. سفر که غیر از تبلیغ که صورت چی نمیگن چیز هست. خب وقتی که به مسجد داخل میشه 2 رکعت نماز قبل از شستن باید بخونه. در خوبی این مسئله و در ثواب داشتن این مسئله جای شک و تردید نیست. تنهایی که امر برای فرضیت است، یعنی خب قرائنی است که این امر برای فرضیت نیست، یعنی فرض نیست. از جمله این که نبی علیه السلام وقتی که صحابی از او پرسان میکنه که برای ما احکام اسلام یاد بدی، باز گفت 5 صلوات فی اليوم و اللیله، 5 نماز در شب و روز. گفت هل علی غیرها؟ گفت آیا بر من غیر از این دیگه نماز هم هست؟ قال لا الا ان تطوع. باشه جور میشه. گفت نه دیگه لازم نیست، دیگه بر تو فرض نیست مگر اینکه بر رضایت خود با مرضی خود چیز دیگه عبادت اگر دیگه نماز میخونی هست و الا غیر از 5 نماز دیگه بر تو فرض نیست. خب میگه وقتی که قرینه باشه امر از فرضیت
پایین میاد. این خب علاوه بر قرینه بلکه صراحت هست که نبی علیه السلام گفته که غیر از 5 نماز دیگه نماز فرض نیست. خب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. خب نبی علیه السلام فرموده که وقتی که یکی از شما به مسجد داخل میشه 2 رکعت نماز بخونه پیش از اینکه بشینه. خب این چیز است، حکم است که عموما این کلمه ایذا برای عموم است، یعنی هر وقت که انسان داخل میشه که 2 رکعت نماز بخونه چیز ممانعت نیست، ولی که همون 3 وقتی که وقت طلوع آفتاب و غروب و استوا این با اینجا یک نوع تعارض داره یا نه. اکثر علما این طرف ترجیح داده، میگه ایذا برای عموم است، یعنی اگر انسان در مسجد یا در خانه نشسته باشه در همون 3 وقت نخوانه، چون تو قرائنی است میگه لا يتحرى احدكم بصلاه طلوع الشمس ولا غروبها، قصداً به او وقت نبره. اگر این تو یک سبب برابر شما مثل که داخل شدن به مسجد، چیز امام شافعی و دیگه علما میگه که چیز جواز داره و قرائن حدیث هم همین طرف تایید میکنه، چون لفظ ایذا عام است هر وقت انسان به مسجد داخل شد. حتی که بعداً میگه که در اثناء خطبه که شنیدن خطبه هم یک امر لازم است، اونجا نبی علیه السلام صحابه را امر کرده که قم فرکع رکعتین، استاد 2 رکعت نماز بخونه. بنان این طرف راجع معلوم میشه که جواز داره در هر وقت، حتی در اوقات ممنوع هم اگر انسان داخل میشه که نماز بخونه مشکل نداره. خب باب الحدث فی المسجد، به وضو شدن در مسجد. خب این منظورش این نیست که این کار چیز است انسان حتما باید بکنه، منظورش این است که یک کارایی است که مسجد ملوث میکنه او خود جواز نداره. همین تو بی‌وضویی که بدون از اینکه مسجد ملوث کنه، این هم ثوابی که برای یک انسان در حالت وضوئی که در مسجد انتظار داره، او ثوابی که برایش میباشه که بی وضو شد، او ثوابش قطع میشه. اینجا حدیث آورده قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. این چندم سند است که امام مالک دومیه، یعنی چیز است سکونت مدینه یک غنیمت بود برای امام مالک، یعنی مرکزی آخرین مرکزی نبی علیه السلام. یعنی حدیثایی که این تقریبا صحیح ترین احادیث هم است که بر روایت مدینه نقل شده، چون واسطهایش کم است و علاوه بر سند اونجا با تواتر عملی هم اکثر مردم همون نماز و این چیزا میدید که نبی اسلام چرا نماز میخواد. امام مالک هم تابعی میه؟ نه تابعی میه، منتها چیز است اما خودش هم یک از اصول شیعه است که تعامل مدینه را هم حتی حجت میدونست. خب با این شکل که هم تواتر عملیشان حجت بدن خب معقول است. البته اعمال فردی امت حجت دانستن گفی کمزور است، ولی که اونا با تواتر از نبی علیه السلام نقل کرده باشه گفی قویست. بسیاری چیزا با تواتر عملی عموم مسلمانان قبول داره. مثلا اما حدود مینا و عرفات و مزدلفه که تا اینجا مینا است تا اینجا عرفات است، این همه با تواتر عملی نقل است. تو در حدیث حدود 4 ذکر نیست که شرقاً به کجا میرسه غرباً به کجا میرسه. خب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. خب نبی علیه السلام فرموده ملائکه درود میفرسته و دعای مغفرت به یکی از شما میکنه تا وقتی که در جای نمازش باشه که در اون نماز خوانده ما لم یحدث، تا که به وضو نشده باشه. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، و میگوید که یا الله بر این بنده مغفرت بکن، بر این بنده رحم بکن. خب این صلات ملائکه هم تفسیر میکنه که یعنی تصلی علی احدکم چی معنی داره؟ میگه همین دعا در حقش میکنه که یا الله بر این بنده مغفرت بکن، بر این بنده رحم بکن. خب درود ملائکه هم تفسیر شده
و اینکه انسان در مسجد که باشه تا که با وضو باشه مستحق این دعا میشه و که وضوش شکست باز این دعایش در حقش قطع میشه. خویی که گناه داره نداره اینجا صراحت نداره ولی از این ثواب محروم میشه. باب بنیان المسجد، باب در بیان ساختن مسجد. خب مسجد ساختن هم چیز است، یک کاری ثوابی است که چیز است. وقال ابو سعید کان سقف المسجد من جرید النخل. ابو سعید رضی الله عنه میگه که امو سقف مسجد نبوی از امو چیز است، امو شاخه های خرما مثل چپری ولی جور شده بود. این مسجد که کار کلان کرده بود، بنایش قدر چی نبود، دیوارش تو محکم نبود ولی معنویاتش محکم بود. سقفش از چی بود؟ مثل می در پالوزا که مردم چی چپری میسازه یه کمی تو یک چیز بود. سقفش تو چیزی کمزور بود اول مسجد نبوی. و امر عمر ببناء المسجد، عمر از اینها به بنای به ساختن مسجد امر کرد و قال اکن الناس من المطر و ایاک ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. گفت مردم را بپوشان و محفوظ نگاه داری از بارش. اکن از امو ماده جور شده در قرآن کریم والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اکنانا. الله از کوها برای شما سرپناه های ساختمی، غارهای کور کن میگه از زبان عربی. خب میگه اکن الناس مردم را محفوظ نگاه داری و بپوشانی من المطر از بارش. یعنی مسجد طوری بسازی که از بارش مردم را محفوظ نگاه دارن. خب و ایاک ان تحمر و خودداری کنی از این که مسجد را سرخ رنگ بدی او تصفر رنگ زرد بدی. فتفتن الناس باز مردم را در فتنه واقع میکنی که به مسجد که میاد بجای این که بغم نماز باشه و توجه به نماز باشه به نقش و نگار دیوارات توجه میکنه. خب این چیزا نقش و نگار دیوارای مسجد چیز از حدیث فهمیده میشه که مطلوب نیست. در این چیزا انسان تلاش نکنه که این ثواب بدنه، بلکه ثواب نداره. بجای این که مصارف اینجا میکنه بر جاهای مفید دیگر مصارف بکنه، مثلا در توسعه مسجدی مصرف بکنه، یا اگر مسجد توسعهش پورا باشه مثلا کتابخانه بسازه دیگه کار بکنه. رنگ و روغن مسجد این مطلوب نیست. همین تو در نظافتش کوشش بکنه که خوب نظیف باشه، اما رنگ و روغنش مطلوب نیست. وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. اون گفته که مردم با مساجد فخر میکنه، یا در مقابل دیگر فخر میکنه، میگه مسجد فلانی ای تو قیمتی ساخته شده. خب او را آباد نمیکنه. منظور از آبادی این است که با عبادت او را آباد نمیکنه، چون عبادت آبادی مسجد با عبادت میشه. قرآن کریم گفت انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. مسجد را آباد میکنه کسانی که به الله و آخرت ایمان دارد. خب دیوارش خب مشرک هم ساخته میتونه. خب منظور از آبادی همی است که عبادت و توحید الله دو که بیان میکنه مؤمن بیان میکنه. ثم لا یعمرونها الا قلیلا. خب بازور آباد نمیکنه مگر اندک. وقال ابن عباس، عبدالله ابن عباس گفته لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. شما مردم مساجد نمیتو مزین میسازی مثل که یهود و نصارا و عبادت خانه های خود را مزین ساخته و مزینت ظاهری جا توجه کرده، شما با همون را باز میری. این مشکل در امت امو وقت مثل که دیده میشد، یا اینکه عبدالله ابن عباس حال امت دیده که در آینده روز به روز مردم با تفاخر حتی در مواضع عبادت هم به تفاخر شروع میکنه، بازی گپ گفته و تایید نکرده که این کاری بد است. امی زخرف اصلا چی رو میگه؟ زخرف طلا را میگه. امی یک چیز که رنگ روغنی یا رویک طلا داده میشه او را مزخرف میگه. مزخرف یعنی رویک زینت داده شده. گفتار باطل به عربی مزخرف میگه به خاطر که در باطن خراب است، ظاهرش زینت گرفته. مزخرف علی خب شما زینی و شما ایتو جور شده مزخرف به طرف باطل. اصلا زخرفه اما میناتوری و نقش و نگار یک شی میده که بیشتر به طلا که چی داشته باشه.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. اونجا زخرف معنی طلا، اما ابکشی طلا که به یک چیز داده میشه او رو زخرفه میگه یا زخرفه. خب مزخرف چه که گفتش که ظاهرش هم خراب باشه اون مزخرف ظاهر گپ خراب باشه ظاهرش باید زیبا باشه. مزخرف همی که در باطن خراب ظاهرش زیبا. حالی خب بسیاری وقت حتی در زبان عربی مفاهیم تغییر میخوره. به اصل عربی یک معنی می داشته باشه باز بعداً تغییر میخوره. چیز حتی در اصطلاحات عربی هم از اصل لغت تغییر میخوره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد. و علی بن عبد الله از جمله امو دو استاد مشهور امام بخاری که میگه که این دو استاد که من پیش می آمدم این تو خیلی احساس خوردی میکنه خود خیلی در پیش نخورد. یک علی بن عبد الله یک يحيى بن معين. قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن. عبد الله بن عمر از میگه که مسجد در زمانه نبی علیه السلام با خشت خام ساخته شده. دیوارایش از خشت خام بوده. مسجد گفت یعنی مسجد معهود که مسجد نبوی، مسجد مدینه هم یک مشهور بوده. خب لبن به عربی خشت خام میگه، لبن باز شیر میگه. لبن مفردش لبنتون است. خب و سقفه الجرید و چتش سقفش هم چی بود؟ جرید بود. می شاخه های خرما مانده شده بس از می جور کرده بود. و عموده خشب النخلی و ستونهایش هم چوبای خشکی تنه خرما بوده. فلم یزید فیه ابو بکر شیئا. ابو بکر زنو دو چیزی زیاد نکرد. خوب مدت کوتاه بود. دوران خلافت ابو بکر زنو 2.5 سال بود. زیاد وقت هم پیدا نکرد و وقت چیز است با جنگ ها زیاد مصروف بوده. اول خو یک دفعه مشرکین به اطراف تلاش کرده که نبی علیه السلام وفات شد دیگه گفت این مرکز میتونیم متزلزل بسازیم، چیز است به تشویش بندازیم که چیز است حتی ختم کنیم. خب بازم الله که یک چیز خواسته باشه و پیش میبرده. و زاد فیه عمر، باز عمر از مدو چیزی اضافه کرده مسجد. و بناه على بنیانه فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم باللبن والجرید و اعاد عموده خشبا. باز عمر از نور طبق همو آبادی قبلیشی که در زمانه نبی علیه السلام بود طبق همو ساخت. خب و زاد فی، همین دو جمله چطور جور میاد که هم زیادت دارو کرده هم به همو بنیان ساخته. چی معنی داره؟ مساحت زیاد کرده و ساختنش به همو سادگی. مساحتش زیاد کرده ولی چیز است به همو خشت خام ساخته شده و سقفش از همو چی بوده؟ شاخه های خرما و ستون هایش از همو چوب ها. ولی در مسافهش اضافگی آمد اما کیفیت ساختنش همو ساده. ثم غیر عثمان فزاد فيه زیادة کثیره. باز عثمان رضی الله عنه به او تغییر آورد، او زیادت کرد. و بنا جداره بالحجارة المنقوشه. جدارش به همو سنگ های تراش شده و نقش شده ساخت. والقصة و بگچ ساخت. و جعل عموده من حجارة منقوشه و ستونهایش هم از همو سنگ های نقشی ساخت. و سقفه بالساج و چتشی از همو چوبی که بنام ساج یاد میشد از هند آورده میشد از همین چوب ساخت. قیمتی شکل قیمتی ساخت. خب توسعه خوب یک ضرورتی هست که چون وقت چی بوده یعنی مردم زیاد شده بود و باشندگان این منطقه زیاد شده، توسعه خوب ضرورت بود. اما ای که این آبادیش چه قسمی بوده در بعضی روایت آمده که از مال شخصی چی کده از بیت المال هم شده میتونه چون بزرگترین مرکز بیت المال هم مسجد نبوی بوده. ولی در بعضی روایتی تو باید هست که
مردم سرش اعتراض کرد، بعد گفت که ما این از مال شخصی خود آباد کردیم. عثمان رضی الله عنه. خب توصیهش خب چیز است، اما ای که این سنگ های نقش شده و این چیزا چگونه است؟ خب یک چیز باید تن باشه که خودی صحابه خب جای خود، اما افراد در کارهای اجتهادی میشه که یکیشون یک کار خطا بکنه و دیگرها باز او را تنقید کنه. خب از چیزایی که مردم سرش تنقید میکرد یک همه را ذکر کرد. اگر چه عثمان رضی الله عنه از این موقف خود دفاع کرد، میگه خب به خاطر خدمت به مسجد نبوی کار کرد. خب باب التعاون فی بناء المسجد، باب در بیان کمک کردن به یکدیگر در ساختن مسجد. یعنی در ساختن مسجد کمک کردن، چون مسجد یک امر مشترک است، مسلمان همه در او باید کمک بکنه. این کار خوب است، جمله کارهای چیز است، تعاون علی البر و التقوا است. مسجد در اسلام خیلی مقام بزرگ داره که دمی ببینید امام بخاری مسجد خیلی مباحث آورده و انسان که میبینه یک مسجد در همون زمانه هم چی بود، مکتب ابتدایی هم می بوده، متوسطه هم می بوده، لیسه هم می بوده، دشپی لیسه هم می بوده، پوانتون و دشپی پوانتون هم می بوده، ستر محکمه و لوی سرنوالی و محبس و میمنخانه وزارت خارجه و محل ترینینگ چیز است و بانک، همه چیز همینجا در یک مسجد کوچک. یعنی این مسجد، یک مسجد چقدر کار کرد و بهترین اداره و بهترین تربیتگاه. یعنی چند پوانزهی بوده که از هر پوانزهیش یک نفر ممتاز فارغ شده. از امو پوانزه سیاستش عمر و ابوبکر و علی و عثمان اینا فارغ شده. از پوانزه حربیش خالد بن ولید، از پوانزه تفسیرش عبدالله ابن عباس، از پوانزه حدیثش ابو هریره. ډیر شو پوانځي وي، تر ټوله نړۍ شو پوانځي هغه وي. پوانځي که آدم بر تمام وقت مشهور میکنه بر ذکرونو. او ایتو یک درسگاهی بود که به یک وقت موقت انسان را درست تربیه میکرد. مثلا در یک حلقه چیز زنها وقت میداد که شما یک جای جمع شما میان به شما درس میده. به وقتی کوتاه یک کلمات جامعه برشان میگوید که در دل اینها میششت و تا آخر زندگی سرنوشت اینا را از طرف منفی به طرف مثبت تغییر میداد. الله فرموده ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. برای مشرکین نیست که مساجد الله را آباد کنند در حالی که بر خود شاهدی کفر میدهند. اولئک حبطت اعمالهم، اعمال آنها بربادند، یعنی ارزش ندارند. و فی النار هم خالدون، و در آتش آنها جاویدان میباشند. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مساجد الله را کسی آباد میکنه که ایمان به الله و آخرت داشته باشه و اقام الصلاة، نماز را درست کنند. اما در قرآن کریم برای نماز همون ماده اقام و یقیم و استعمال شده که یعنی درست ادا کنه. یعنی تو هر نشست و برخاست نه، نشست و برخاست خود ابو جهل میکرد، به نام صلات نشست و برخاست ابو جهل میکرد. در مسلم ما شما خواندی که ابو ذر غفاری رضی میگه که قبل از اینکه من مسلمان شدم 3 سال پیش از مسلمان شدن من نماز میخواندم. به نام نماز مشرکین عرب یک چیزی میشناخت، ولی در حرکات هم تحریف و تغییر آورده بود. همون جاهایی که تحریف شده بود قرآن کریم امور را ترمیم کرده دیگه. خب مفهوم نماز اونا میشناخت، ولی مهم این است که اقامه شود، درست شود، اما خلاهایش ترمیم شود. و آت زکات و زکات بجد ولم یخش الا الله، و ترس از غیر از الله نداشت. خشیت او ترسی که از عظمت و بزرگی یک شی بترسه. در عربی یک خوف است، یک خشیت است، دیگه الفاظ هم داره، رعب و دیگه چیزا هم داره، ولی خوف عمومی ترس است که ما شما هم استعمال میکنیم. خشیتی که از بزرگی یک شی کسی بترسه که غیر از الله دیگه نباید از چیز دیگر انسان این ترس داشته باشه که اون معنی ترس داره. خشیت که از قلب انسان روبش بر او تاثیر بکنه. خشیت که از بزرگی و عظمت یک شی انسان بترسه، امو مختص به الله است.
فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. پس امید است در حق آنها که از جمله راه یابندگان باشد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء. حذاء به معنای کوشدوز، ولی این کوشدوز نبود، امرای کوشدوزا میشست و حذاء مشهور شده. خالد الحذاء نشست بر خاص امین هم بود از مردم که همیشه امرای کوشدوزا میباشه. خالد الحذاء. خب چیز باز در بین محدثین اما القاب زیاد به خاطر زیاد یاد میشد، چون که در یک سند به همین نام خیلی نفره بوده، به خاطری که خوش نقطه شد همین لقب امرایش ذکر میکرد. حتی که یک استاد امام شافعی صاحب است به نام اسماعیل ابن علیا، نام پدرش ابراهیم است، نام مادرش علیا است. مادرش محدثه بوده، به حدیث ماهر بوده. خب مردم زیاد رو به مادر نسبت میدید، او خودش قار میشد، او مردم من خب پدرم دارم چرا مرا به مادر نسبت میدید. خب باز به نام ابن علیا مشهور شده بود. امام شافعی باز همین خاطر استاد خودم لحاظ میکرد، چیز در نظر میداشت و شهرتش هم در نظر میداشت. باید میگه حدثنا اسماعیل ابن ابراهیم الذي يقال له ابن علیا. اسماعیل ابن ابراهیم برای ما حدیث گفته که مردم برش ابن علیا میگن، من نمیگم. عن اکریمه قال لي ابن عباس ولابنه علي. اکریمه مولای آزاد شده عبدالله ابن عباس است، میگه عبدالله ابن عباس برای من و به پسر خود علی، یک پسرش علی نه، برای اینا گفت که انطلقا الى ابی سعید فاسمعا من حدیثی. هر دویتان پیش ابی سعید خدری برید و حدیث از او بشنوید. فانطلقنا، باز ما رفتیم، فاذا هو فی حائط یصلحه، که او در باغ خود است، باغ خود را جور میکنه. فاخذ رداءه. خب ما که آمدیم گفتیم که ما همیت آمدیم که استاد به ما درس بدی، یک دم کار میکنه یک دم باز حدیث بیان میکنه. باز چادر خود گرفت، فاحتبا، او را احتبا کرد، تو زانوهای خود تو کمر و زانوی تو پیش میده. اما قوم بلوچ طالب هم احتبا میکنه که میشنه. احتبا مطلقا معنی نیست، تو معنی است که چیز است انسان هم یک ازار دیگه یا لنگ دیگه باشه که مستور باشه مشکل نداره. ثم انشأ باز شروع کرد یحدثنا، برای ما حدیث میگوید. حتی اتی ذکر بناء المسجد، تا این که بیانی ساختن مسجد نبوی آمد. فقال كنا نحمل لبنة، گفت ما یک خشت می ورتشتیم، و عمار لبنتين، و عمار ابن یاسر از دو خشت می آورد. فرآه النبی صلی الله علیه وسلم، نبی رسول الله دید. خو عمار ابن یاسر خو مادر و پدرش هر دو تا شهید شده بود در مکه، ابو جهل اونا را شهید کرده بود. اولین شهیدان در اسلام والدین وست. فینفذ التراب عنه، باز نبی رسول الله خاک از دور میکرد. نبی رسول الله بس گفته یک از دوستای کندر نبی رسول الله دیر هوشیار سړی گپش خلاص خدا حق نبی رسول الله گپ خورد. امیر رفیقارم روحشنم بلند میکرد و چیز، باز خاک از دور میکرد و یقول و میگفت ویح عمار، خراب شی عمار. ای از ناز برای مردم میگه چیز تقتله الفئه الباغیه، ایرا گروهی باغی میکشد و گروهی باغی او را میکشد. یدعوهم الى الجنه، عمار انها را به جنت دعوت میده، و یدعونه الى النار، و او گروهی باغی او را به طرف آتش دعوت میده. قال یقول عمار، باز چیز ابو سعید رضی الله عنه میگه که عمار رضی الله عنه میگه اعوذ بالله من الفتن، با الله پناه میخوام از فتنه ها. خب اینجا محل شاید خواهی بود که تعاون در ساختن مسجد همی بود. باقی چیز که عمار رضی الله عنه چه وقت کشته شده خب شما خبر دارید، جنگایی که در فتنه های داخل خود مسلمان ها باز بعد از وفات نبی رسول کشته شده که جنگایی در دعواری است. چیز است چی وقت است؟ جنگ علی و معاویه که شده، ای به همراه چی بوده؟ به همراه علی بوده. به همراه علی بوده. باز چیز دمی روایت های تاریخی هم هسته که وقتی که علی رضی الله عنه حدیث استدلال کرده
باز مخالفینش گفت که خب علی به جنگ آورده، خب علی او را کشت. باز علی رضی الله عنه استدلال خود گفته که اگر این تو باشه پس شما قاتل حمزه را نبی علیه السلام حساب میکنی که او را به جهاد برد. باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد المنبر والمسجد. باب در بیان کمک خواستن از نجار و کارگر در چوبها و ساختن مسجد، منبر و مسجد. یعنی در این کارا از این مردم عام استفاده کرده میتونیم که چیز است، از اونا خدمت گرفتن که به مرضی ایشان باشه، این کار خوبی است و کمک خواستن از مردم این چیز است، ناروانی است، ولی که اونا کسب کارای عامه باشه. و حدیث را اینجا آورده قال حدثنا قتيبة بن سعيد. این قتيبة بن سعيد از بغلان است. تقریبا امو اصحاب کتب سته هم از روایت داره. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني ابو حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اجلس عليهن. سهل ابن سعد رضی الله عنه میفرماید که نبی علیه السلام پیام روان کرد برای یک زنی، غلام نجار خود را امر کنی که برای ما چوبای ترتیب بدی که همین منبر، علی بنا منبر مشهور شده، بر اونها بشینیم خطبه میخوانیم. این در حدیث دیگه الفاظ همین حدیث میگه که اول مزن پیشنهاد کرد که ما غلام نجار داریم، برای شما یک چیزی شیشتنی جور کنیم که شما در وقتی که خطبه میخوانی بالایش میشینید. باز نبی علیه السلام گفت که اگر چیز میسازی بسازی. خواهی حدیث دوم آورده که چیز قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت يا رسول الله، یک زن گفت که پیغمبر الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه، برای تو یک چیز نسازیم که در وقت خطبه میخونه بالایش بشینی. ولی وقت زن هم چیز مال داشت و به این فکر بود که من باید به اسلام خدمت بکنم. فإن لي غلاما نجارا، من یک غلام نجار دارم. قال ان شئت، اگر میخوای یعنی کار انجام بدی. فعملت المنبر، پس او زن امی منبر ساخت. یعنی او سعادت هم از او زن شد که اولین منبر در اسلام او ساخت. او میفهمید که یک اولین کار باید ما انجام بدیم. خب تا اینجا بس است.